آزار ابن هور، اولین جادوگری که به درجات بالایی از علوم جادو رسید. آزار یکی از جادوگران دربار مصر بود. او کسی بود که به درجات بالایی از علوم سیاه و یا همون جادوی سیاه دست یافت. آزار معمولاً احضار روح انجام میداد و مهمتر از همه جادوی کلام جادویی بود که همیشه ازش استفاده میکرد. اما آزار میدونست جادویی که از اون داره استفاده میکنه در واقع از دل تاریکی بیرون میاد و این جادو کامل نیست. قدرتی نهفته در روشنایی هست که فراتر از علم جادوی آزاره. اما روزی اتفاقی میفته که آزار مسیر زندگیش رو تغییر میده. سلام، من طاها هستم. خیلی خوشحالم که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. از قدیم همیشه بین نور و تاریکی جدالی در جریان بوده. نور فرزند حقیقت بوده و تاریکی فرزند نحس قدرت طلبی انسان بوده. تاریکی همیشه سعی داره نور رو ببلعه و درون خودش حبس کنه. از همین رو از جادو استفاده میکنه. جادو علمیه که میان جنون و میل به قدرت انسان وجود داره. در زمان قدیم در دوران مصر باستان ساحران بزرگی بودند که از علوم جادو استفاده می‌کردند و بزرگترین اونها کسی نبود به جز آزار ابن هور. یک روز آزار در دربار مصر بوده و شخصی نیکسرشت به نام موسی ابن عمران وارد میشه و تمام سحرها و جادوهای آزار رو باطل میکنه. آزار اونجا میفهمه که تمام سحرها و جادوهایی که داره در مقابل قدرتی از نور و روشنایی هیچه و از همین رو نوری در دل آزار به وجود میاد و تصمیم میگیره که به سمت روشنایی برگرده. آزار بعد از اون اتفاق متواری میشه و از دست فرعون فرار میکنه و مدتها در خفا زندگی میکنه تا اینکه متوجه میشه موسی و تعداد زیادی از بنی اسرائیل از دست فرعون فرار میکنن و قرار از رود نیل عبور کنن. آزار میدونسته که موسی توانایی این رو داره که بنی اسرائیل رو از رود نیل عبور بده. به خاطر همین خیلی زود خودش رو به اونجا میرسونه و از خدا میخواد که اون رو هم مانند بنی اسرائیل از رود نیل عبور بده. آزار از رود نیل عبور میکنه و میگن آخرین نفری که از رود نیل عبور کرد آزار ابن هور بود. بعد از اینکه از دریای نیل عبور میکنه متوجه میشه که عمرش رو به پایانه. از همین رو به یکی از شاگرداش که اسمش الیاهو بود تمام رموز سحر و جادو رو میگذاره و وصیت میکنه که این رموز رو به هیچ عنوان استفاده نکن. هر نامی رو که به زبون بیاری در واقع دروازه‌هایی از دوزخ رو به خودت باز کردی. در واقع من میخوام نوری رو بذارم در دل تاریکی و مردم دنیا بدونن که جادو و سحر تاریکی رو به همراه داره و دروازه‌ای به روی دوزخه. اما الیاهو که یک جوان یهودی بود به وصیت آزار عمل نمی‌کنه و تصمیم میگیره که خودش تمام قدرت جادویی که آزار براش گذاشته بود رو به دست بیاره. اون شبها به دل غاری میرفت و اسامی اجنه ها رو صدا میزد. اولین نصیران بود، خدای آتش یا در واقع همون جن آتش. دومی لمیسا بود، زنی که مادر تمام جنیان بود و شبها به خواب مردان می آمد. و سومی هم اشرم بود. اشرم خدای باد بود، جنی که اعتقاد داشتن خدای باد. الیاهو ابتدا مقاومت میکنه اما تسلیم قدرت طلبی خودش میشه و در واقع خودش رو به سمت تاریکی سوق میده. به مرور زمان سعی میکنه که شاگردانی رو هم پرورش بده و اون یک محفل تاریک به اسم محفل سایه ها تشکیل میده. بعد از ساخت محفل سایه ها الیاهو شبها به همراه شاگرداش اسم شیاطین رو روی سنگ ها می نوشتن که از اونا قدرت بگیرن و به سمت جاودانگی حرکت کنند. اونا جادوی کلام، جادوی سیاه و خیلی از جادوها رو سعی می‌کردن تمرین کنن و یاد بگیرن. حضرت موسی متوجه میشه که در درون این غار یک محفل تاریک و محفل شیطانی وجود داره
که اونها کم کم دارن به سمت شیطان پرستی حرکت میکنن. موسی با تعدادی از قوم بنی اسرائیل حرکت میکنه و این محفل رو از بین میبره. موسی تمام اسناد شیطانی و جادوی اونا رو میسوزونه. اما با این حال الیاهو بخشی از اون جادو رو برمیداره و به طرف بابل حرکت میکنه. جایی که 2 از فرشته های طرد شده به اسم هاروت و ماروت زیر زیرزمین های شهر بابل زندانی بودند. اولین کاری که الیاهو میکنه تصمیم میگیره که ابتدا به سراغ هاروت و ماروت بره و اونها رو در دل زیرزمینی پر از سایه و آتش پیدا میکنه و سعی میکنه از طریق جادویی که خودش یاد گرفته بود و جادویی که هاروت و ماروت به اون آموزش میدن، یک جادوی بسیار قدرتمند فراتر از جادوی آزار به وجود بیاره. بعد از اون جادوی بابل در سراسر دنیا پیشرفت کرد. جادوی سیاه، جادوی کلام، احضار ارواح و خیلی از جادوهای بسیار ترسناک از همونجا شروع شد. اما شایعی شده که میگن روح آزار ابن روح همیشه بر روی نیل حرکت میکنه و به دنبال شاگرد ناخلف خودش. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشیم. داری دیگه یا حق و بدرود.